سلام، به برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من مومین احمدی خلاصه خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم می کنم. امروز 4 اپریل است. نگاه کوتاه به محتوای برنامه. برای دادرسی که حکم سفید صادر کرده بود 9 سال زندان خواستند. سید احمدزاده از همکسبانش خواست او را سفید کنند. مرکز برای آسان کردن زندگی در غربت در شهر وحدت به زنان پناهجوی افغان راه‌های کاهش افسردگی و ناراحتی‌های روانی را یاد می‌دهند. تمام هدف ما این است که خانمایی که در اینجا میاین وقتی که از اینجا میبراین فکر راحت داشته باشن. اگر در حکومت تاجیکستان وزیر می بودید چی می کردید؟ کدام مشکل اقتصادی و اجتماعی را حل می نمودید؟ اگر من رئیس میشم سری وقت معاش مردم میدادم، سری وقت میدادم، هم به کار تامین میکردم. دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رستم سید احمدزاده، دادرسی را که با صادر کردن حکم سفید معروف بود به پایان رساند. سید احمدزاده که 9 ماه پیش بازداشت شد اتهامات را رد کرده است. دادستان که رستم سید احمدزاده را از جمله به قلابه متهم میکند خواسته است که او به 9 سال زندان محکوم شود. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و نگارای فضل‌الدین از شهر دوشنبه. رستم سید احمدزاده برآمد خود را با جمله سخن آخری سودشونده بیگناه شروع کرده است. دادرسی پیشین گفته است شما میدانید که من برای چی در اینجا هستم؟ برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های بی اساسی که باعث به مجازات افراد بیگناه می شدند. پایان اقتباس. سید احمدزاده گفته است حکم های سفیدی که او صادر کرد در دایره قانون و با دلیل های ثابت صادر شدند. آخرین مرافعه رستم سید احمدزاده 3 اپریل پشت سر من در بینای بازداشتگاه موقتی برگزار شد. خبرنگاران را به مرافعه راه ندادند. 2 شرکت‌دار مرافعه به رادیوی آزادی گفتند دادرسی پیشین قریب 1 ساعت سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد. دادستانی رستم سید احمدزاده را به آن متهم می‌کند که حکمی به قوه قانون ندرآمده را به رادیوی آزادی ارسال کرده است. خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده گفته است به رادیوی آزادی یگان خبر نفرستاده است. مأموریت رادیوی آزادی هم در نامه به دادگاه همگونه همکاری با رستم سید احمدزاده را رد کرده بود. مقامات این دادرسی پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورov را به قلابی برآمدن از حد وکالت خدمتی غیر قانونی صادر کردن حکم و رسانیدن خبری بر دروغ متهم می‌کنند. به گفته 2 شرکت‌دار مرافعه رستم سید احمدزاده همه اتهام را رد کرده طلب نموده است که او را آزاد نمایند. قضیه رستم سید احمدزاده اساساً به خاطر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شد. در تاجیکستان حکم‌های سفید ناچیز است، چیزی که به گفته حقوق‌شناسان مستقلیت نظام دادگاهی را در کشور زیر سوال میبرد. مقامات سودی بعض قانونات زیر نظارت سخت گرفتگی برای همین حکم سفید برآوردن نمیتونه است. دونم که هم بیکار میکنن بعد خود سمو سودی و پرابلم‌های جدی پیدا میشه سرش. پروکراتور باید اعتراض میبرد ولی حکم اپی بیکار شدنش میشد. دادرسی دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه در نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود. حکمی که به گفته بعضی از حقوق‌شناسان بالای نظام دادگاهی و دادرس‌هایی که می‌خواهند حکم سفید صادر کنند شاید به تاثیر نماند. مولا رجب یوسفی، نگارای فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. در کشورهای دموکراتی و پیشرفته دادگاه پرونده‌های گمانبران را بررسی می‌کند و اگر دلیلی ثابت نیافت بازداشت شده را رها می‌کنند. بیگناه دانستن بازداشت شده در دادگاه‌های تاجیکستان خیلی کم اتفاق می‌افتد. پیش از برنامه از جمشید یاروف، حقوق‌شناس تاجیک مقیم اروپا، پرسیدم که چرا دادرس‌های تاجیک تلاش می‌کنند که بازداشت شده را بیگناه اعلان نکنند و به قول حکم سفید صادر نکنند؟ یعنی که مقامات قدرتی تاجیکستان، پروکراتورا، تفتیشات هیچگاه خطا نمی‌کنند. گویا در این مقامات شخصانی فعالیت می‌کنند که تمام فعالیتشان از روی قانون پیدا است و خیلی که اگر دونیم پرونده تو به سر سود رفتن و سود رو مستقلاً یک محاکمه کند و با خلاصه برارت که به عیبدار کنی برارم یا که سفیدش کنند، اول پرونده در دستی مفتش می‌غلطد، مفتش هم طرف گویا هم طرف آن رو میسنجد. وقتی که پرونده به اتمام میرسد حتما با پروکورور ارسال کرده می شود. پروکورور درستی آن رو تصدیق میکند و آن رو برای برآوردن برای ماهیتا دیدن و سود ارسال میکنند. ببینید در اینجا علاقه 2 مقامات 2
زینه بسیار هم منفیت‌دار هستند که پرونده سفید هیچگاه نشود. چون که اگر در محاکمه سودی ایدار کننده سفید کرده شود، یعنی این دو نفر یا این دو سیستم تفتیشات پیشکی و نظارت پروکوروری صفر بوده است. یعنی که این آدمان از وظیفه خود برآمده نمیتوانند، شخص بیگناه رو آنها به جوابگری جنایتی کشیدن و شخص بیگناه رو به جوابگری جنایتی کشیدن، این خودش علاقه یک جنایت است در ماده کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. از این لحاظ فشار بالای مقامات سودی میبراید. جمشید یارف حقوقشناس و رئیس بنیاد بزرگمهر بود که از لهستان یا پولشا با ما صحبت میکرد. فعالان در ازبکستان خواستند به دو منصبدار دولتی که به تجاوز دو یتیم دختر نابالغ متهم میشوند جزای سخت داده شود. 2 سال پیش مدیر یک یتیمخانه در شهر اورگنج ازبکستان چند دختر نابالغ را به همخوابگی با 2 منصبدار مجبور کرده است. هرچند حادثه آشکار شد اما منصبداران زندانی نشدند. زرنگیز نوروزشاه گزارش می‌دهد. در ازبکستان سیر آشکار شد که سر و صدای زیادی جامعه را به بار آورد. آن را آخر ماه مارس خبرنگاران طرح نیملچی اوز رسانه‌ای کردند. 2 منصبدار دولت به ناموس دخترچه‌های یتیمخانه اورگنج تجاوز می‌کردند. مدیر پرورشگاه سال 2021 3 دختر نابالغ را مجبور کرده است با منصبداران محلی همخوابه شوند. مقامداران در عوض به یتیمخانه غذا و جهاز می‌دادند. اول ماه می سال 2021 او عزیزه را که آن زمان حتی 16 ساله نبود انتخاب کرد. او را مجبور کرد که با یک شناسش هم خوابه شود. دختر نمیخواست و سرکشی میکرد. مدیر با تیرک آشخانه دادر خردسال او را در پیش چشم همه کودکان زد. به نوشته تحقیقگران تقریباً 10 ماه رهبری ریاست ولایتی عدلیه و رئیس اداره حالتهای فوق‌العاده در ناحیه نابالغان را تجاوز کردند. آنها دختران را به خانه‌های دولتی می‌بردند و گاهی هم در خود یتیمخانه با آنها هم خوابه می‌شدند. قربانی از همه خردی همگی 15 سال داشته است. رهبر یتیمخانه در دادگاه گفت کسی دختران را مجبور به رابطه جنسی نکرده است. مدیر را سال گذشته به 5.5 سال زندان محکوم کردند. 2 منصبدار دیگر در آزادی ماندند. فقط 1.5 سال حق بیرون شدن از محل زیست را ندارند. دادستانی کل ازبکستان علیه این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست آن را بکار و پرونده را بازبینی کند. در وزارت عدلیه و حالتهای فوق‌العاده گفتند بعد آغاز شدن پرونده جنایتی فوراً منصبداران از کار رانده شدند. قصه تجاوز تربیت گیرندگان یتیمخانه را اخیراً امبودسمن کودک ازبکستان و نمایندگان دستگاه پرزیدنت شرح دادند. اکثریت خواستار سخت‌تر شدن جزا برای چنین جنایت‌ها شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری از موردهای دیگری دست درازی به نابالغان مقامات را در بی‌توجهی به این مسئله عیبدار می‌کنند. در شهر وحدت در کنار دوشنبه مرکزی را برای زنان پناهجوی افغان باز کردند تا برای رفع مشکلات روحی و روانی این طبقه رنج و آزار دیده کمک نمایند. در مرکز آریانا بغیر از دوره‌های آموزشی کامپیوتر و موسیقی به زنان راه‌های رفع افسردگی و دیگر مشکلات روانی را می‌آموزند. سرمناز روح الله و نگارای فضل‌دین به این مرکز رفتند. اینجا یک در امید برای ده‌ها زن افغانستانی است که در تاجیکستان پناه جستند. آنها در اینجا مشورت‌های سودمند، درس‌های رسامی و موسیقی و آرایشگری می‌گیرند. هدیه سادات هم پناهنده است ولی با یک اقدام خود توانست به ده‌ها همتای خود نیرو دهد. وی دانش‌های روانشناسی خود را به کار انداخت. شکیلا محمدی یکی از آنهاست که افسردگیش را اینجا تبابت می‌کند. هم درس روانشناسی می‌گیرد و هم بدنسازی. به گفته او این مرکز توانسته راه برون رفت از افسردگی و بیکاری مهاجران را فراهم کند. کسانی که در اینجا مهاجر هستند به خصوص
خانم‌های مهاجر در اینجا بسیار استرس دارن، از لحاظ خانوادگی، از لحاظ بیرونی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی فشارهای روحی روانی دارن. ما در اینجا به خاطر این میاییم که بتانیم امون استرس ها، امون تشویش هایی که در دل ما هست، در ذهن ما هست و همیشه باش سر و کار داریم و ما را با مشکل مواجه ساخته او را رفع بسازیم و از بین ببریم. روانشناس هدیه سادات از این خوشحال است که توانسته برای هموطنانش که روزهای سخت و مصیبت‌های زیادی را پشت سر کردند کار انجام دهد. و تمام هدف ما همی است که خانمایی که در اینجا میاین وقتی که از اینجا میبراین فکر راحت داشته باشن و از استرس ها، از مشکلاتشان کمک که شده بتونیم سبکتر بسازیم، چی از نظر جسمی چی از نظر روحی. مرکز آموزشی اوریانا در شهر وحدت برای افغانستانی‌های مقیم تاجیکستان تأسیس یافته تدریجاً گسترش پیدا کرد و درهای خود را برای ساکنان محلی نیز باز نمود. 200-300 نفر ما شاگرد تاجیک داریم که اینجا از منطقه‌های دوردست وحدت میان که در خود وحدت مرکز نمی باشند به اینجا میآیند. مهاجران افغانستانی میگویند مرکز را با کمک مالی پناهندگان تأسیس داده و از همین حساب مبلغ اجاره و معاش آموزگاران را پرداخت میکنند. حالا اینجا نزدیک 20 آموزگار کار میکند و مؤسسان این مرکز امید دارند با پیدا شدن سرپرست مشکل اقتصادی مرکز را حل کنند. در صدد هزینه هستیم که از هر راهی که شود به نه تنها مردم خود به همه جامعه خدمت برسانیم و اگر کسی بخواهد که کمک کنم و با خوش باز میپذیریم. تأسیس چنین یک مرکز آموزشی برای پناهندگان سن و سال گوناگون در حال است که بعد از سر قدرت آمدن طالبان یک قسمی از افغانستانی ها به تاجیکستان فرار کردند. حالا اکثر این پناهنده ها در شهر وحدت زندگی می کنند و برای بهتر کردن وضع خود تشبثکاری ها می کنند، اما خود به کمک های مادی و معنوی نیاز دارند. سرویناز روح‌الله، نگاره فضل‌الدین، آزادی، شهر وحدت. اگر شما وزیر می بودید پیش از همه کدام کاری مهم را در تاجیکستان به انجام می رساندید؟ کدام مشکلی سخت اقتصادی و اجتماعی را حل می کردید؟ بیکاری، بیخانگی و یا مسئله دیگر؟ و یا خودی وزیر چگونه شخصی باید باشد؟ همکار ما شهلای عبدالله در دوشنبه از ساکنان این سوال را پرسید. اگر من رئیس میشم سر وقت معاش مردم میدادم، سر وقت میدادم، هم با کار تامین میکردم. یکون جاده همون دانش هم میکردم برای اینکه از یک علا آدم دانش داره لیکن همون یگان تا یگان چیز نداره کلان چی وظیفه بلند برآمده نمیتونه. دستگیری خلق کم بغل، خلق کم بزاعت، خصوصا یتیم و یتیم داران. یگان بار خدمت داری ایزینه هیچ نکردم. گپ منصب بنه، گپ من کار دانستم با. همین سواد شدنش در کار آدمه. بعد آدمی با فرهنگ شدنش در کار. همین حاضر بسیار همین است که پول کتی وظیفه میخرند. این خشنش در کنه. راه آباد کنن. راه دوشنبه بسیار جا شکستگی کندگی نه مثلا اینا تکستیل به اومدن در پروبکای راه یا اینا خیلی جا راه کندگی آباد شود فایده خلق کوکی مثلا من نشد از خود همین ماشینم اکانوم بشه نشد دنگل چقدر شکست وایده معامله را خوب میکردم با خلق ما اینوالید ما این میوزی بعضی جا میرم ما داکومنت حجت دارم از طرف دولت مرا حکومت دولت حجت دادگی بعضی بالنیسا و بعضی انمی کارگرای پسته که در سطح پستی کار میکنن خاطر معامله خوب ندارن. در کدام وزارتی که وزیر شود باید که رفته در اونجا بیند که چی دارد هم وزارت. مثال وزارت تندرستی را گیرین برای هم وزارت تندرستی را از همه عرض شکایت همه داد و پیغان مردم خلاص کردن باید که وزیر یک پروگرام سازد. پروگرام نیست هر یک متخصص های ماند که همون متخصص با کاری همون خودش جواب دهد. برنامه به پایان رسید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.